الان رو نبینید رئیس جمهور آمریکا میخواد نام خلیج فارس رو به چالش بکشه و مسئولین صداشون در نمیاد. در سال 1975 وقتی سرمایه گذاران عرب با همکاری برخی رسانه‌های انگلیسی برنامه‌ای ریختند که نام خلیج عربی به جای خلیج فارس در روزنامه‌ها، نقشه‌ها و حتی در مستندها جا بندازند، اما طولی نکشید که خبر این نقشه به تهران رسید و وزارت امور خارجه ایران فوراً وارد عمل شد و در پیامی برای لندن نوشت: اگه تاریخ ما رو با دلار معامله می‌کنید، پس بهتر است خودتان برای زمستان سختتان آماده شوید. ایران به کشوری که هویتش رو نشانه رفته نفت نخواهد داد. تنها 2 روز بعد لندن ضمن عذرخواهی اعلام کرد دولت بریتانیا در این پروژه دخالتی نداشته و پروژه متوقف و قراردادهایش هم فسخ شد. این خلیج همیشه برای سرزمین پارس بوده، هست و خواهد بود. پس این پست رو به اشتراک بذارید تا کسی یادش نره و برای دیدن ناگفته‌های تاریخ پیج تاریخ مدرن رو فالو کنید.